جلاله والكون عاد هداه عاد جلاله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه صدق الله العظيم. خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. همه شما عزیزان و بزرگواران را در برنامه پیام‌های قرآنی خوش آمدید میگویم. باز هم بشنوید پیامی از پیام‌های قرآن. الله سبحانه و تعالی می‌فرماید: و من تزکى فانما یتزکى لنفسه. کسی که پاک گردد به نفع خودش هست، به فایده خودش هست. الله سبحانه و تعالی در سوره فاطر آیه 18 این پیامر داره که ای انسان، این را بدان و بفهم، اگر اعمال نیک و شایسته در دنیا انجام میدهید این به فایده خودت هست. موحد میشی، یکتاپرست میشی، نماز میخوانی، قرآن میخوانی، تلاوت میکنی، روزه میگیری، زکات میدی، حج میری، کارهای خیر و نیک را انجام میدهید و تلاش میکنید که این نفس پاک بشه، در راه تزکیه تلاش میکنید، همه اینها به نفع خودت هست. و من تزکى فانما یتزکى لنفسه. پس این را بدان و بفهم که الله سبحانه و تعالی وقتی دستورات برای تو داده و تو اونها را اجرا میکنی و تو را منع کرده از اشیایی که منع شدی و تو خود را باز میداری، اینها به نفع توست. حلال میخوری، به نفع توست. خود را از حرام باز میداری، به نفع توست. آیات زیاده داریم ما کسانی که در راه تزکیه کار میکنن، یعنی نفس خود را پاک میکنن. الله سبحانه و تعالی در آیات دیگر میفرماید: قد افلح من تزکى. به تحقیق که رستگار شد کسی که نفس خود را تزکیه کرد. قد افلح من زکاها. کسی که این نفس خود را پاک میکنه و تزکیه میکنه، این رستگار هست، این کامیاب هست. کامیابی از آن خودش هست. وقتی ما نماز میخوانیم، احکامات اسلامی را اجرا میکنیم، اوامر الله را به جا میکنیم و نواهی ترک میکنیم، این به نفع خود ماست. الله سبحانه و تعالی ذاتیه که به این عباداتی که ما انجام میدیم خداوند نیاز نداره. الله بی نیاز هست. بعضی انسان ها شاید فکر کنن که خداوند نیاز به این روزه ما، به این زکات ما، به این حج ما، به این نماز و به اینها. الله نیاز نداره. وقتی گفته حجاب بگیر، حجاب گرفتن به نفع خودتوست. وقتی گفته نماز بخوان، خواندن نماز به نفع خودتوست. این پیام قرآن این پیام قرآن را متوجه باشید که میفرماید و من تزکا
فانما یتزکا لنفسه. کسی که پاک گرداند، وقتی کسی که پاک گردد به فایده خودش هست. آیات زیادی داریم که الله سبحانه و تعالی متوجه میکنه که ای انسان متوجه باش که اعمال تو مرتبط به خودت است. اعمال خوب انجام دادی به نفع توست، اعمال بد انجام دادی به ضرر توست. خیلی مهمه. الله سبحانه و تعالی میفرماید و من جاهد فانما یجاهد لنفسه. کسی که تلاش میکنه این تلاش به فایده خودش هست. تلاش میکنی که علم به دست بیاری به فایده خودت هست. تلاش میکنی تجارت کنی به نفع خودت هست. تلاش میکنی که اعمال صالحه بیشتر و بیشترتر انجام بدهید به نفع خودت هست. و من جاهد فانما یجاهد لنفسه. آیه دیگر الله سبحانه و تعالی می فرماید و من شکر فانما یشکر لنفسه. کسی که شکر میکنه این شکر به نفع خودش هست. وقتی کسی شکر کرد الله سبحانه و تعالی چی زیبا می فرماید در آیه دیگر لئن شکرتم لازیدنکم. وقتی شکر کردید الله تعالی بیشتر میده. وقتی تو از علم خود شکر علم خود را انجام دادید الله علم بیشتر میده. وقتی شکر سرمایه خود را کردی الله سرمایه بیشتر میده. شکر قدرت خود را کردی الله قدرت بیشتری برای تو میده. شکر اینها چیست؟ شکر قدرت اینه قدرت تو در راه الله گذاشته بشه، در خدمت دین الله. شکر سرمایه و ثروت تو این است که در راه الله مصرف بشه، الله بیشتر میده. شکر علم تو این هست که بیشتر و بیشترتر احکامات اسلامی برای بندگان الله برسانی، الله برای تو بیشتر و بیشترتر لطف میکنه. پس این آیاتیه که ما را متوجه میسازه که اگر شکر کردید و من شکر فانما یشکر لنفسه، این شکری که انجام دادید به نفع خودتوست. اگر کفران نعمت کردید کفران نعمت به ضرر خودتوست. آیه دیگر الله سبحانه و تعالی می فرماید فمن اهتدى فانما یهتدی لنفسه. هدایت را قبول میکنید؟ قبول هدایت به نفع خودت هست. قرآن را قبول کردی، عمل کردی، خود را به حلال نزدیک کردی و از حرام دور ساختی، همه اینها به نفع خودت هست. فمن اهتدى فانما یهتدی لنفسه. ارتباط به نفس خودت داره. آیه دیگر به صراحت کامل بیان میکنه من عمل صالحا فلنفسه. عمل صالح انجام میدی به نفع خودت هست. و من اساء فعلیها. اگر کار بدی هم انجام دادی ارتباط به نفس خودت میگیره. و ما ربک بظلام للعبید. الله برای بندگان خود ظلم نمی کند. این که الله تعالی بعضی از انسانها را به جهنم میبره، بعضی انسانها را در قبر عذاب میکنه، بعضی انسانها را در دنیا عذاب میکنه. و ما ربک بظلام للعبید. الله بندگان خود را خوب میشناسه. اعمال انسان هست که یا انسان را خوشبخت میکنه یا انسان را بدبخت. اعمال خوب انجام دادی خوشبخت دنیا و آخرت میشی. اعمال بد انجام دادی بدبخت دنیا و آخرت میشی. من عمل صالحا فلنفسه و من اساء فعليها و ما ربک بظلام للعبید. پس این آیه مبارکه این پیام داره که و من تزکا فانما یتزکا
لنفسه. هر کس که پاک شد، خود را پاک کرد، کسی که پاک گردد به نفع خودش هست. فانما حصر، فانما یتذکر، فقط نفع برای خودش هست. پس الله سبحانه و تعالی به ما توفیق بده به این که در تمام امور متوجه باشیم. نماز میخوانیم، متوجه باشیم که الله ضرورت به نماز ما نداره، ما ضرورت داریم که این نماز به نفع ما هست. ما روزه میگیریم، الله ضرورت به این روزه ما، به این تشنگی ما، به این گرسنگی ما نداره. ما ضرورت داریم تا نفس ما تزکیه بشه و پاک بشه. این تزکیه نفس به نفع خود ماست. وقتی ما حج میریم، وقتی دعا میکنیم، وقتی زکات میدیم، همه اینها الله ذاتیه که الله الصمد، الله بی‌نیاز هست. الله چنان ملائکه داره که از ابتدای خلقت دنیا تا انتهای دنیا ملائکه بی حساب و بی شماره، از ابتدای دنیا تا انتهای دنیا به قیام هستند، از ابتدای دنیا تا انتهای دنیا در سجده هستند، از ابتدای دنیا تا انتهای دنیا در قیام و در قعده و در رکوع هستند. تسبیح و تهلیل پروردگار عالم را میگن. الله نیاز نداره به این که ما بگیم که ما بریم که الله نیاز داره. این نماز ما نفع به الله میرسانه، این نماز اگر نخوانیم نعوذ بالله ضرر به الله میرسانه. خیر، چنین نیست. این پیام قرآن هست. و من تزکا فانما یتزکا لنفسه. زکات میدی به نفع خودت هست. سر یتیم را دست میکشی به نفع خودت هست. مسجد آباد میکنی و اعمار میکنی به نفع خودت هست. فقرا و مساکین را طعام میدهید به نفع خودت هست. نماز تهجد میخوانید به نفع خودت هست. اولاد صالح تربیه میکنید به نفع خودت هست. اگر اینها همه عکس شد به ضرر خودت هست. پس این پیام قرآن را همیشه زمزمه خود داشته باشید که و من تزکا فانما یتزکا لنفسه. کسی که پاک گردد، یعنی قلبش، روحش، جسمش وقتی پاک شد، این پاکی به فایده خودش هست. الله سبحانه و تعالی به همه ما توفیق بده که در راستای تزکیه تلاش کنیم تا نفس ما پاک بشه از همه آلودگی ها، از همه گناه ها، از همه معصیت ها، از همه آن اعمالی که مثل کینه و بغض و عداوت و دشمنی، از اون صفتهای رذیله‌ای که نفس آلوده هست، نفس خود را پاک کنیم. وقتی نفس پاک شد، قد افلح من زکاها، قد افلح من تزکا. کسی که نفس را پاک کرد رستگار هست. و این پاکی نفس به فایده خودش هست. الله سبحانه و تعالی نفسهای همه ما را پاک بگردانه با او تزکیه‌ای که در قرآن و در احادیث ذکر شده. الله سبحانه و تعالی او تزکیه را نصیب همه ما بگرداند. تا برنامه بعد شما را به خداوند کریم و رحیم می سپارم. والسلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. وجماله إعجاز